هویت تاجیک در خطر است. همین مرد بزرگوار تاجیکو خیلی خوب درک کنید، گوش کنید. اویدی هویت تاجیک، تاریخ تاجیک، فرهنگ تاجیک حرف میزند، زبان تاجیکی حرف میزند. و یک چی گویم که ما از تاریخ باید بسیار چیزا آموزیم. فهمیدید؟ اشتباهایی که کردیم ما نباید تکرار کنیم. ما بسیار علنی و روشن میبینیم که حاکما هر دوره تنها آلنی تا که یاد داریم تا زمانی که افغانها بر امی سرزمین حاکم شدن و نام خود بر امی سرزمین تحمیل کردن، نگاهشان به طرف بیرون افغانستان است. پشتون و افغان بیرون افغانستان که عبارت از پاکستانی ها باشن بر ما ترجیح میدن همزبانان اوسون سرحد بر هموطنان این طرف سرحد ترجیح میدن. دوستای گرامی، این 60-70 سال میشه که ما در گرو سیاست لروبر و معاهده دیورند هستیم. باری من مطرح کردم که دوستان دیورند دو تاست. دیورند وقتی که آمد با عبدالرحمن خان 2 معاهده امضا کرد. در روز 14 آگوست سپتامبر امرایش امضا کرد که خطی که از پامیر شروع میشه با ملتقای رودهای آمو و کوکچه ختم میشه، یعنی سرزمین تاجیکان، یعنی بدخشان واحد تاریخی را تقسیم کرد. فردایش نشست این خط دیگر امرایش امضا کرد. این خطی که تنها پشتونها را جدا نمیکنه. دوستای گرامی، شما تاریخ هم میدونید، جغرافیا هم میدونید. از این پامیر که شروع میشه تا نزدیک پشاور که میرسه، اینمیش 2 طرف خط پشتون نیست. اینمی 2 طرف خطی که چترال به اصطلاح جدا میشه، اینمی یک قوم است. چترالی و بدخشی یک قوم است. دوستای گرامی، اما همیش این دول زده شده. با کمال تاسف هیچ وقت از یاد نشده که یک دیورند دیگه هم هست. این نتیجهش چی بوده؟ بدترین نتیجهشی بوده که روند تشکیل ملت در افغانستان به اصطلاح کاملا منتفی ساخته دیگه. حال هیچ امکان نداره. من تاجک هیچ منفعت نمیبینم که بگیم که او طرف دیورند هم از ماست. حالا که او طرف دیورند از تو نیست، 94% تمام کرسی ها به دست یک قوم است. خلاف میگم. اگر او طرف دیورند هم شود با شما یک جا شود، من احمق باشم که این شعار را سر بتم که بله ما معاهده دیورند قبول نداریم. بنابراین باز تکرار میگم که هویت تاجیک در خطر است. دوستان گرامی، زبان ما در خطر است. خب مرا میگه که تو افغان هستی. افغان قوم بزرگی است، بدون تردید قابل احترام است. من احمد شاه ابدالی را که غبار و حبیبی معرفی نکردم، من خودم مستقل از منابع پیدا کردیم، برش احترام دارم. مرد بسیار بزرگ است، مربوط به سرزمین خراسان است. این همی صداها ما هم باید در همه جا بلند کنیم. فهمیدید؟ برای که این برای ما است، برای فرزندان ما، برای عاقبت آخرت ما است. فهمیدید؟ این همی یک خیلی موضوع هستن که بسیاری بلوگرها صداش نبلند میکنن. این همی موضوع در نقدر خیلی چیز صدا حرف میزنن. این درست نیست. این هم خیلی موضوع های مهم است برای تاجیکان. برای همین این همین ویدیو نوارهای این همین موضوع بررسی کنید، تحلیل کنید، صحبت کنید، خاموش نباشید. برای که ما چند قای که خاموش کنیم همه قمورا زری پای خود میکنن
ана зери фарҳанги миллати номи худ мекунанд, фаҳмидед? Мо ин иштибоҳҳоя дар ҳамсояи кишвари Ӯзбакистон карда будем, фаҳмидед? Ними тоҷикора узбак кардан, ними зиёдша узбак қайд кардан дар шиносномашон. Ана Самарқанду Бухорову Тирмизи дигар, Фарғона ва дигар заминҳои бумии тоҷикиро аз худ кардан. ин ҳамин гуна бадбахтиҳо дар бод дар дигар кишварҳо пеш бурдестанд. ҳамеша садобаланд бошед.